فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی ما سوال کردن که در ماه مبارک رمضان در حالت خواب اگر جنوب شوه روزش قبول میشه یا نه؟ به صورت کلی خروج منی یا استمناء در صورتی که قصدی باشد و عمدی باشد و به اختیار انسان باشد این جزء شکننده های روزه هست که روزه چنین شخصی در واقع شکسته و یک روزی رو باید قضا بیاره به جای این روز. اما اگر این بدون اختیارش بود و در خواب مثلا احتلام شد و منی خارج شد، در این صورت هیچ گونه اشکالی بر روزهش وارد نمی شود و غسل بکنند و روزه خودشون ادامه بدن. نه در صحت روزش مشکلی به وجود میاد و نه در ثواب روزه، زیرا که این در جزء مواردی هست که در اختیار انسان نیست و مواردی که خطأ، نسیانا و بدون اختیار از انسان سر میزند الله متعال مؤاخذه نمی کند. مؤاخذه نمی کند یعنی این که حکم گناهی بر آن مترتب نیست و نه این انسان گناهکار شمرده می شود و نه روزه شکسته و حتی ثواب روزش هم کاسته نخواهد شد.